امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از سفیران نوتعیین یک قطار دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان اعتمادنامه قبول نمودند. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در این روز سفیران فوق‌العاده و مختار جمهوری قزاقستان اسکر تاجیبایف، جمهوری هندوستان ویراج سینگ، جمهوری اسلامی پاکستان عمران حیدر، شاهیگری بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی متیو لوسون، گرجستان زوراب عبدوشلیشویلی، جمهوری کره کانجه کوون، بوسنیا و هرزگوینا سمیر ولادزیک، جمهوری کلمبیا آلفونسو لوپز کابالرو، استرالیا گریم میخان و جمهوری فدرالی دموکراتی افیوپیا گیرما تامسگن بارکسا با تمنیات نیک و شادباشی رهبران دولت‌هایشان اعتمادنامه سپردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمون همه آنها را برای آغاز اجرای وظیفه سفیر دولت‌های خود در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته اظهار امید و باوری نمودند که سفیران نوتعیین در فعالیت ثمرناک دیپلماتی خود بر رشد و تحکیم منبع‌های مناسبت‌های واقعاً دوستانه و همکاری‌های سودمند و گوناگون جنبه بین تاجیکستان و کشورهایشان همه‌جانبه مساعدت می‌نمایند. تاکید گردید در جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلالی سیاست فعال خارجی درهای باز پیش گرفته شده برای رشد و توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گومانیتاری با دایره وسیع جامعه جهانی کوشش‌های پیوسته به خرج داده می‌شود. اظهار اطمینان کرده شد که سفیران نوتعیین در رفت اجرای وظیفه سرمسئولیت سفیری با تاجیکستان شناسایی بیشتر و نزدیک پیدا کرده سهم ارزنده‌شان را در تحکیم روابط دوستانه بین دولتی می‌گذارند.